وضع مالیت خوبه؟ بابا مامان خودت چیه داستان؟ خوبه، بله، بد نیستش، خدا رو چی کارن میگذاره. حالا چقدر هزینه شده این جراحیات؟ این جراحی ها که خب خیلی زیاد شده، بالایش میلیارد شده. تو رو خدا. پدر خیلی میدونه و مامان فوت شد، دکتر بود. مامان مثلا حالا هدیه ولنتاین مثلا 1 میلیارد میداد، من اونا میرفتم 2 تا جراحی انجام میدادم. کی 1 میلیارد به مامان ولنتاین مثلا به من 1 میلیارد میداد، میگو من اونو آنا نگهش دار، برو ماشین بگیر، ماشین دارم، من میرم مامان جراحی انجام میدم. میگفت نکن بسه، کجا رو میخوای بری انجام بدی؟ سال دیگه بهت هدیه نمیدم. و میگفتم میدی چرا؟ خب این از مامان 1 میلیارد ولنتاین به تو میداد، بابا چقدر میداد؟ بابام میداد، داداش از کانادا برای من مثلا چقدر؟ تولد میفرسته به پول اینجا مثلا 1 میلیارد 500 میلیون.